مشابه ویدیویی که دیدید امروز برای یکی از دوستای من اتفاق افتاده و زنگ زده بهم که یوسف گوشیمو دزدیدن، چیکار باید بکنم؟ چند تا کارو باید انجام بدیم. اولی که فایند مای آیفونتون رو فعال کنید و توجه داشته باشید که اپل آیدی و آیکلتون حتما با ایمیل شخصیتون ساخته شده باشه. اگر که اکانتتون بسته شد بتونید دوباره برش گردونید. مورد دوم، برای گوشی یه رمز بذارید. من خیلی یار دیدم که گوشیشون رمز نداره و خیلی راحت میشه که به اطلاعاتشون دسترسی پیدا کردش. مورد سوم، سریال و آینه گوشیتون رو از تو ستینگ قسمت ابعاد بردارید که اگر بعداً خواستید شکایت کنید در دسترستون باشه. و مورد چهارم، تو قسمت ستینگ نوتیفیکیشن لاک اسکرینتون رو فعال کنید که بعداً یه قابلیتی هست الان جلوتر میگم که میتونید از اون استفاده کنید. اولی کار اینه که خب فایل مای آیفون چک می‌کنیم ببینیم که آخرین موقعیت مکانیش کجا بوده یا همین الان اگر که لایو بهمون نشون بده که گوشی کجاست میتونیم بریم دنبال گوشیمون. مورد بعدی این که گفتم تو قسمت نوتیفیکیشنتون رو فعال کنید، یه گزینه هست به اسم لاست مود. اگر گوشیتون دست آدم منصفی افتاده باشه میتونید یه پیام روی اسکرین گوشیتون ارسال کنید که این شماره منه، گوشی من گم شده، مثلا گوشیمو تحویل بدید و بتونید مثلا یه شیرینی از من دریافت کنید. مورد بعدی، اگر گوشیتون طولانی مدت پیدا نشدهش و ناامید شدید میتونید از گزینه ایریز آیفون استفاده کنید و کل دیتاتون رو پاک کنید که کسی به دیتای شما دسترسی نداشته باشه. مورد بعد اینکه باید شکایت کنید به پلیس. اینجا IMEI و سریال گوشیتون به درد میخوره. و مورد آخر، توی سایت همیار24 سریال و IMEI گوشیتون رو برید ثبت کنید که اگر کسی سیم کارتی به غیر از سیم کارت خودتون داخل گوشی انداخت یه SMS برای شما میاد و اون رو در اختیار پلیس قرار بدید تا بتونه گوشیتون رو ردیابی کنه.